جعفر طبق معمول رفت خواستگاری، کت و شلوارش رو از پسر خالش قرض گرفته بود. همه چی خوب بود تا اینکه دم در سگ همسایه دوید طرفش. یهو پاچه شلوار رفت هوا. جعفرم با اعتماد به نفس وارد شد در حالی که یه لنگ شلوار داشت. مامان دختره گفت بفرمایین بشینین. جعفر گفت ممنون، ولی اگه بشینم ممکنه قسمت باقی مونده شلوارم هم بره. بابای دختره پرسید شغلت چیه جعفر خان؟ جعفر گفت فعلا شغلم اینه که پاچه شلوارمو از سگ همسایه‌تون پس بگیرم. توتی تو خونه گفت داماد برهنه است، آبرومون رفت. دختره اومد یه نگاهی کرد گفت بابا این همون پسر است که دیروز تو پارک داشت با گربه بحث میکرد. جعفر گفت اون سوء تفاهم بود، گربه اول شروع کرد، من فقط جواب دادم. مامان دختره گفت خب جعفر خان، اگه یه روز تو زندگی یه اتفاق غیر منتظره بیفته چی کار میکنی؟ جعفر گفت والا الانشم یه پام تو شلواره، یه پام تو آبروی رفته است. فکر کنم آمادگیم خوبه. بابای دختره گفت ببین ما دنبال کسی بودیم که بتونه خانوادمون رو سربلند کنه. جعفر گفت شما نگران نباشید، با این وضع فعلا سر شلوارم هم نتونستم بلند کنم. توتیه داد زد بفرستینش خونهشون، اونجا شاید پاچه دیگه‌شو پیدا کنه.